بسم الله الرحمن الرحیم. موعود در ادیان را بررسی می‌کردیم. امام زمان در دین زرتشت را بررسی کردیم. فعلا آمدیم به دین بودا و هندو میچسبیم. خب الان در این مورد باید اثبات کنیم که آیا در دین اینا آمده یا نه. در دین اینها هم در مورد امام زمان مطالبی آمده. خب در کتاب آنها امام زمان را به نام آواتارا یاد کردن. در کتاب پورانا شرح مفصلی در مورد امام زمان و در مورد زمان و عصر کالی بیان شده. خب عصر کالی چه وقت است؟ عصر کالی یک زمانیه که پیش از دهه به تعبیر اسلامی ما آخرالزمان نامیده می شود. خب در کتاب دید این چنین آمده که پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخرالزمان پیدا می شود که پیشوای خلق باشد و نام وی منصور باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود درآورد و همه کس از مؤمن و کافر را بشناسد و هرچه خدا خواهد برآید. اینجا کلا اوصاف امام زمان در کتاب دید از کتاب مقدس هندیان است آمده و اتفاقا بعضی اینها در روایات ما هم آمده مثل منصور.